قبلش بگم که قلمرو در واقع زبانی یا قالب این شعر مثنوی هستش. بیت اول رو میخونم و در مورد قلمرو زبانی، ادبی و بازگردانیش توضیح میدم و میرم جلو. خروش سواران و اسپان ز دشت، ز بهرام و کیوان همی برگذشت. صدای اسبان و سواران و به هر حال اون دلاورانی که در دشت بودن میگه بلند شده بود، چنان صدای بلندی از اینها برمیخواست که حتی این صدا از ستاره بهرام و کیوان هم گذر کرد. خب میدونیم که اغراق در اون هست و یه پیامی که در اینجا هست اون شدت درگیری رو داره توضیح میده. میگه به قدر این درگیری و اون سر و صداها و اون خروش و صدای اسبان و سواران زیاد بود که دشت رو در هم مینوردید و صدا به آسمان میرسید. خروش که همون فریاد بهرام مریخ کیوان ستاره زحل هست. گفتیم بهرام و کیوان واژه فارسی زحل و در واقع مریخ هست که دو تا سیاره نحس هم بودن. همی برگذشت یعنی عبور میکرد. سواران و اسپان اینجا تناسب داره، بهرام و کیوان هم تناسب داره، با جارایی الف و شین رو داریم و همون اغراقی که گفتم خدمتتون. همی برگذشت هم که گفتیم یعنی عبور کرد. همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل، خروشان دل خاک در زیر نعل. میگه شمشیر و ساعد جنگجویان، ساعد قسمت پایین مچ رو میگن، شمشیر و اون ساعد جنگجویان از خون مثل سنگ لعل قرمز شده بود، سرخ شده بود. دل زمینم از کوبیدن نعل به فغان در آمده بود. خب اینجا هم باز ما اغراق داریم. دل خاک اینجا اضافه استعاری داریم و لعل و نعل رو به عنوان جناس اختلافی میتونیم در نظر بگیریم. تیغ منظور همون شمشیره، ساعد گفتیم میان مچ و آرنجه، لعل سنگ قیمتیه، خروشان فریاد زنان و ناله کنان. در مورد قلمرو ادبی میتونیم بگیم تیغ و ساعد لعل بود تشبیه، تشبیه رساه، یعنی تیغ و ساعد به شکل لعل، مثل لعل قرمز شده بود، یعنی از زور خون قرمز شده بود. خاک مجاز از زمینه، دل خاک گفتم استعاره است، اضافه استعاره مکنی هم هست. نعل و لعل هم گفتیم که جناس هست. نماند ایچ با روی خورشید رنگ، به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ. خورشیدم از ترس رنگش پریده بود، خاک و سنگ کوه به جوش اومده بود. اینجا هم داره یه جور توضیح میده و باز حالت اغراق داره. میگه اون گرد و خاکی که بلند شده بود و اون رنگ کوه و رنگ سنگ اصلا عوض شده بود، انگار خورشید ترس کرده بود. ببین وقتی میگه ایچ، که اولا نبوده ایچ براتون بگم، ایچ شکل کهن از واژه هیچه. زمانی که میگه رنگ بر روی نموند مشخصه دیگه، یعنی کنایه از ترسیدن، یعنی خورشید ترسیده بود. بازم اغراق داره. پس ایچ یعنی هیچ. قلمرو ادبیش هم اینه، بر روی خورشید رنگ نماند یعنی رنگش پرید، کنایه از ترسیدنه، ترسید. در واقع جانبخشی هم شده. خورشید وقتی که ترسیده ما داریم بهش یک صفت انسانی میدیم و جانبخشی میکنیم. به جوش آمد یا به جوش آمده هم استعاره است، استعاره مکنیه است. خب به لشکر چون این گفت
کاموس گرد که گر آسمان را بباید سپرد. کاموس گفتیم یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب بود. گرد یعنی پهلوان، دلیر، سپردن یعنی در نوردیدن، پیمودن، طی کردن. بن ماضی داره، سپرد، بن مضارعش میشه سپر. تیغ یعنی شمشیر، گرز اینجا معنی چماق هست، کمند اینجا یعنی طناب، بند یعنی ریسمان، بند آوردن، ببین میگه به بند آورده یعنی اسیر کرده، کنایه از اسیر کردن. در مورد قلمرو ادبی باید بگم که گر آسمان را بباید سپرد یعنی کنایه از کار دشوار و ناشدنی. میگه که گر آسمان را بباید سپرد. پس اینجا زمانی که داره میگه به لشکر چنین گفت کاموس گرد که گر آسمان را بباید سپرد، اینجا تمام هدفش اینه که بگه که بله، کاموس پهلوان به لشکرش میخواد اینو بگه که اگه لازم باشه آسمان رو هم طی میکنی. خب پس به این شکل شد که گر آسمان را بباید سپرد یا سپرد، کنایه از کار دشوار و ناشدنی. یعنی ما حتی آسمان رو هم اگر طی بکنیم و بسپر یعنی سپری بکنیم، اونو طی بکنیم، حتی این کار سختی، ما باید انجامش بدیم. تیغ یعنی گرز، ببخشید تیغ و گرز و کمند اینا تناسب دارن. تیغ که در واقع همون شمشیر بود. تنگ یعنی یه جای همچین فشرده و کم، در مقابل فراخ میاد. که تنگ آوردن یعنی مثلا کسی رو در تنگنا قرار دادن، در تنگنا گذاشتن. میگه زندگی رو بهش تنگ کرده بود، یعنی اینکه اونو به سطوح آورده بود، اونو اسیر کرده بود، در تنگنا گذاشته بود. بند آوردن هم که خودش کنایه از اسیر کردنه. پس من دوباره معنی میکنم. کاموس کاموس پهلوون که گفتیم میگه از فرماندهان زیردست و بسیار دلاور افراسیاب بود. به لشکرش گفتش که اگه لازم باشه آسمون هم طی میکنیم، همتون شمشیر و چماق و کمند رو آماده کنید، به ایرانیان سخت بگیرید و اونا رو به سطوح بیارید و اسیرشون کنید. ببینید خیلی قشنگ گفت که همه تیغ و گرز و کمند آورید، به ایرانیان تنگ و بند آورید. پس این شاید بیت 4 و 5 موقوف المعانیه، زمانی که میگه به لشکر چنین گفت کاموس گرد که گر آسمان را بباید سپرد، همه تیغ و گرز و کمند آورید، به ایرانیان تنگ و بند آورید. یعنی هم عرصه رو بر اونها تنگ کنید، اونها رو در تنگنا بذارید و هم به سطوح بیارید اونها رو و هم ازشون تا میتونید اسیر بگیرید. خب چیز خاصی دیگه اینجا نداره. گرد که گفتیم یعنی پهلوان و کاموس هم فرمانده زیردست افراسیاب بود. دوباره دارم تکرار میکنم. دلیری کجا نام او اشکبوس، همی برخروشید بر سان کوس. خب اینجا من کلمه کجا رو میبینم که خیلی مهمه براتون توضیح بدم. کجا اینجا به معنی که هست. میگه دلیری که، این دلیری کجا یعنی دلیری که نامش اشکبوس بود، پهلوان تورانی بود، همی برخروشید یعنی فریاد کشید. کوس یعنی طبل بزرگ، دهل. خب قلمرو ادبیمون اینه که اشکبوس اینجا مشبه هست. برسان یعنی به ماننده که در واقع میشه ادات تشبیه ما. کوس هم میشه مشبه به، وجه شبهمون هم میشه برخروشیدن. پس اشکبوس اومده شبیه شده، تشبیه شده به چی؟ به طبل، به
اون در واقع کوس یا دهل که برخروشیدن یعنی نعره زدن و فریاد زدن عین طبل رو صدا داده و وجه شبه هر دوتاشون هم اشکبوس و هم طبل چیه؟ برخروشیدن و صدای همچین بلند دادن، فریاد، صدای بسیار بسیار ترسناک. خب میگه پهلوانی که نامش اشکبوس بود به مانند طبل خروشید و فریاد زد. خب طبل‌های جنگی و اون طبل‌هایی که به صورت نماد ما میبینیم مقدار فرق میکنن. در طبل‌های جنگی طبل که میزدن چنان قررش داشته این طبل، چنان صدا میداده که آدم انگار این دلش فرو میریخته. یعنی حالت این که یه انسان در یک حالتی قرار میگیره میگه دلم ریخت، اونجوری میشی، انگار مثلا یک تپش ناجوری توی قلبت به وجود میاد. و چنان صدا زیاد بوده این اشکبوس چنان فریاد میکشه که تشبیه شده به طبل. خب بیامد که جوید ز ایران نبرد، بیامد که جوید ز ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آرد به گرد. گرد اینجا کنایه از شکسته. ببینید بچه ها اینو نخونید سر هم نبرد اندر آمد به آرد به گرد، نه، سر هم نبرد. هم نبرد یعنی هم مبارز، اون کسی که حریفشه، حریف مبارزه هستش. بیا آمد که جوید ز ایران نبرد، نبرد یعنی حریف. خب ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. میگه آمد که از لشکریان ایران حریفی پیدا کند. کی اومد؟ اشکبوس، و با حریفش بجنگه و اونم شکست بده. گفتیم به گرد یعنی شکست، کنایه از شکست هست. پس هم نبرد یعنی حریف، گرد اینجا غبار، گرد و خاک، نبرد همون جنگ هست، اندر یعنی در، گرد اینجا مجاز از زمین هست. خب اینجا که میگه سر هم نبرد اندر آرد به گرد، گرد گفتیم کنایه از شکسته، ولی میتونه مجاز از زمین هم باشه. ایران مجاز از لشکر ایرانه، سر هم نبرد، سر هم نبرد به گرد آوردن هم کنایه از شکست دادنه، یعنی برابر با اینه که مثلا پوزه کسی رو به خاک بمالی، میگن پوزه طرف رو میخواد به خاک بماله، یعنی که میخواد شکستش بده. واجرایی ر هم داریم، دقت کنید. بیا آمد که جوید ز ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آرد به گرد. ببینید واجرایی ر داریم. خب بشد تیز رهام با خود و گبر، همی گرد رزم اندر آمد به ابر. خب تیز اینجا یعنی بسیار سریع، خود اینجا کلاه جنگیه، گبر در واقع یه زرهه، یه جامعه جنگیه. همی گرد رزم اندر آمد به ابر، اینجا هم باز ما اغراق داریم، کنایه از شدت جنگ و درگیری هست. خب ببینیم قلمرو زبانی چی هست؟ بشد یعنی بشد تیز، بشد یعنی برفت، یعنی رفت. تیز گفتیم یعنی بسیار سریع، تند. خود اینجا کلاه خوده، گبر یعنی همون خفتان، جوشن، نوعی جامعه جنگیه، همون زره خودمونه که به کار میبریم. رزم جنگ، اندر یعنی در، همی گرد رزم اندر آمد به ابر، کنایه از شدت رزم، اغراق داره. ابر و گبر جناس ناهمسان اختلافی هستن. خود، گبر، رزم تناسب دارن با هم. واجرایی ررم که داریم. میگه روحام با کلاه خود و زره یعنی مسلح ها. وقتی میگه با کلاه خود اومد و با زرهش یعنی مسلح اومد. بسیار سریع به میدان جنگ رفت و به خاطر شدت رزم گرد و خاک به سمت آسمان رسید. خب ببینیم بیت بعدی برای ما چی داره. برآویخت
رهام با اشک بوس، برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس. یعنی چی؟ میگه رهام با اشک بوس گلاویز شد. رهام کی بود؟ یک دلاور ایرانی بود و صدای بوق و کوس از هر دو سپاه بلند شد. شیپور و بوق و ساز و دهل و اینا شروع میکنن در جنگ ها، مخصوصا در جنگ های اساطیری و حماسی. خب پس بوق اینجا منظور شیپور هست. اشکبوس گفتیم پهلوان تورانی بود. برآویخت یعنی آویزان شد. اینجا آویزان شدن معنی نمیده، در اینجا گلاویز شدن معنی میده. گلاویز شدن، جنگ کردن. خب برآویخت یعنی جنگ کرد، گلاویز شد. بن ماضیش میشه آویخت، بن مضارع میشه آویز. رهام پهلوان ایرانی. برآمد یعنی بالا آمد، بلند شد. بوق یعنی شیپور. کوس یعنی طبل بزرگ. قلمرو ادبی. بوس و کوس تناسب دارن با هم. البته اشک در اشک بوس، ببینید اشک بوس تناسب دارن با هم. خب پس رهام با اشکبوس گلاویز شد. ببین اینجا گفته برآویخت، منظور آویزان شدن نیست. معنی آویزان هم میده ولی خب اینجا بهتره بگیم گلاویز شدن با هم. به گرز گران دست برد اشکبوس، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. گران یعنی سنگین، یعنی وزن زیاد. سپهر که همون آسمانه. آبنوس درختیه که خیلی چوبش سفت و سخت و سنگینه، چوب سیاهی داره، گرانبها هم هست و یه طور ازش بالاخره چیزهایی درست میکنند برای جنگ. ولی شهرت داره به تیرگی، یعنی چوبی هست که درختیه که در واقع چوبش سیاهه و سنگین و گرانبهاست. حالا گرز رو شاید از این میسازن. گرز همون چماقه. گران که گفتیم سنگین. زمین آهنین شد یعنی زمین سفت و سخت شد. زمین پر از زره شد. شاید این منظور رو هم داره. اون زره هایی که توی روی زمین بود، میگه اینا همه زمین سفت و سخت شد. زمین و سپهر با هم تضاد دارن ولی تناسب یا مراعات نظیر هم میتونن داشته باشن. سپهر و زمین به خاطر اینکه زمین سپهر همون آسمانه، خب میشه متضاد سپهر. سپهر آبنوس شد. تشبیه رسا یا فشرده داریم اینجا. کنایه از اینه که گرد و خاک بلند شد و چشمو نمیدید. اقراق از سختی رزم. انگار گرد و خاک من خودم باورم شده که گرد و خاک هست. حس میکنم الان گلوم پر از گرد و خاک، همش دارن سرفه میکنن. ببخشید. خب پس به این شکل شد که اشکبوس دست به گرز سنگینش برد، جنگ رو آغاز کرد. زمین آهنین شد و آسمان همانند چوب آبنوس تیره و پرگرد و غبار گردید. توی همشون اغراق که هست بدون استثناء. برآهیخت رهام گرز گران، غمی شد ز پیکار دست سران. غمی شد، اینو نخونید، غمی شد. بعضی از همکاران من دیدم خوندن غمی شد ز پیکار. نه، غمی شد یعنی خسته شد از جنگ، خسته شد. خب برآهیخت یعنی بیرون کشید. بن ماضی برآهیخت، بله بن ماضیش میشه همون برآهیخت. بن مضارع میشه براهیز. گران یعنی سنگین. غمی شد یعنی غمین شد، خسته شد، غمگین شد. پیکار جنگ. سران اینجا سرداران و فرماندهان معنی میده. اونجا که میگه دست سران یعنی دست فرماندهان، سرداران. پیکار یعنی جنگ. باز یه قلمرو ادبی داریم. سران و گران میشه جناس ناهمسان اختلافی.
خب بازگردانی کنیم ببینیم معنیش چی بود. براهیخت رهام گرز گران، غمی شد ز پیکار دست سران. میگه رهام گرز پروزنشو برداشت. دلاور ایرانی بود دیگه، گرزی داشت، گرز گران بسیار پروزن و سنگین. و اینجا میگه دست دو پهلوان به خاطر جنگیدن با گرز خسته و ناتوان گردید. چو رهام گشت از کشانی ستوه، بپیچید زو روی و شد سوی کوه. زمانی که رهام از دست اشکبوس خسته شد چه کار کرد؟ و به ستوه اومده بود، از اون گریخت و به سوی کوه رفت. بپیچید زو روی، بپیچید زو روی یعنی از اون رو برگردوند، رفت، گریخت، فرار کرد و به سوی کوه رفت. خب پس رهام نتونست کاری بکنه چون در مقابل اشکبوس نتونست مقاومت کنه. ز قلب سیه اندر آشفت طوس، بزد اسب که آید بر اشکبوس. ز قلب سپاه اندر آشفت طوس، بزد اسب که آید بر اشکبوس. طوس هم باز فرمانده سپاه هست. بریم ببینیم اینجا چه کار کردن. طوس فرمانده سپاه که در مرکز سپاه بود خشمگین شد و به اسبش یه ضربه‌ای زد تا به تازه و بیاد به سمت اشکبوس. قلب اینجا یعنی مرکز، ز قلب سپاه یعنی مرکز، اندر آشفت یعنی خشمگین شد. طوس که میدونیم فرمانده سپاه ایران هست که البته با ت دسته‌دار نوشته شده ولی با ت دو نقطه هم در شاهنامه دیده شده این کلمه. کاید یعنی که آید. پس وقتی که رهام گریخت و فرار کرد و از دست کشانی یا از دست اشکبوس فرار کرد، طوس خیلی ناراحت شد، در قلب سپاه قرار داشت، بزد اسب یعنی یه ضربه محکمی زد به اسبش و به سمت اشکبوس حرکت کرد. تهمتن برآشفت و با طوس گفت که رهام را جام با دست جفت. تهمتن برآشفت و با طوس گفت که رهام را جام با دست جفت. خب اینجا تهمتن یعنی درشت اندام، لقب رستمه. با یعنی به. طوس گفتیم فرمانده سپاه ایران. جفت یعنی زوج. رهام پهلوان ایرانی بود. باده یعنی می، شراب. را اینجا اضافه گسسته است، اضافیه. قلمرو ادبیش جفت بودن کنایه از همنشین بودنه، اینجا یعنی با هم بودن. رهام را جام با دست جفت یعنی چی؟ کنایه از اینی که مرد جنگی نیست، این فقط کار زنانه را حالا میتونه انجام بده. گفت و جفت هم میشه جناس. میگه رستم خشمگین شد و به طوس گفت که رهام مرد بزم و میخاری، مرد جنگیدن نیست که. خیلی ناراحت شد چون که رهام فرار کرد دیگه از دست اشکبوس. رستم هم خیلی ناراحت شد، خشمگین شد و به طوس گفت، به طوس گفتش که بابا رهام مرد شراب و نمیدونم باده و اینجور چیزاست، می و میخاریه، اصلا مرد جنگ نیست، چرا وارد این جنگ شده؟ یه اینجور صحبتی. خب برگشت گفت تو قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. خب رستم برگشت گفت تو قلب سپه رو به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. گفت تو بیا مرکز سپاه رو به سامان نگه دار، مراقب مرکز سپاه باش، من میرم به جنگ، حتی پیاده، الان پیاده میرم به سمت جنگ با اشکبوس. خب گفتیم به آیین اینجا یعنی به سامان، مرتب. وقتی میگه تو قلب سپه را به آیین بدار یعنی اینو تو ساماندهی بکن، تو برو سپاه رو ساماندهی کن، واسه وسط سپاه، کاریت هم با چی نباشه، کاری نداشته باش،
بدار یعنی نگهدار، کارزار یعنی جنگ، قلبم یعنی مرکز سپاه. گفت تو بیا برو اینا رو ساماندهی بکن، من میفتم را میرم به جنگ، حتی پیاده. کمان به زه را به بازو فگند، به بند کمر بر بزد تیر چند. رستم کمان آماده برای تیراندازیش رو به بازوش افکند و به کمربندش هم چند تا تیر زد، یعنی چند تا تیر در واقع به کمرش اضافه کرد. زه یعنی چله کمان، وتر هم معنی میده. دیدی در مثلث، یعنی مثلث قائم و زاویه، ضلع روبروی به زاویه قائمه رو میگیم وتر، در کمان هم همونه، چله است. کمان به زه کنایه از آماده، یعنی چی؟ کمان به زه، کمان به زه را، به زه را یعنی اون کمانی رو که آماده بود. کمرم یعنی کمربند، به بند کمر بر. اینجا دو تا حرف اضافی داریم که برای یک متمم هستش. اینا ویژگی سبک خراسانی بوده، به بند کمر بر. پس دو تا حرف به و بر، دو تا حرف اضافی هستش. قلمرو ادبی کمان، زه، تیر تناسب دارن، بازو، کمر تناسب دارن، بند و چندم جناسن، واجرای برم که داریم. خب پس تا اینجا شد. رستم کمان آمادهش رو برای تیراندازی به بازوش انداخت. خب به بازو فکند، فکند یعنی انداخت، و بله کمربندش هم چند تا تیر اضافه کرد، چند تا تیر زد. خروشید که ای مرد رزم آزمای، هم آوردت آمد مشو باز جای. رستم فریاد زد ای مرد جنگجو، حریفت اومد، از میدان جنگ نگریز، فرار نکن مشو باز جای. خب خروشید یعنی فریاد زد، رزم آزما یعنی جنگجو، هم آورد حریف رقیب، آورد یعنی جنگ، هم آورد یعنی جنگجو، آوردم یعنی جنگ. خب اون تی که توی کلمه هم آوردت هست مضاف الیه. مشو یعنی مرو، باز یعنی سویه. قلمرو ادبیش میگه مشو باز جای، یعنی کنایه از اینه که نگریز. خب باز اینجا یعنی به سوی نگریز، به سوی فرار نکن. هم آورد تو منم، نه روحام. داره رستم میگه یشبوس من اومدم. رستم فریاد میزنه ای مرد جنگجو، رزم آزما یعنی جنگجو، حریفت اومد، حریف تو اومد، حریف تو منم، نکنه موقع از میدون جنگ فرار کنی، نگریزی. ببینیم چی میشه. کشانی بخندید، کشانی همون اشکبوسه. کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گران کرد و او را بخواند. اشکبوس کشانی خندید و تعجب کرد، افسار اسبشو کشید و ایستاد و رستم و صدا زد. ببینید انان را یا انان را گران کرد، اینجا یعنی چی؟ انان را گران کرد کنایه از نگه داشتن اسبشو نگه داشت و بخواند یعنی صدا کرد، رستم رو صدا کرد. خب کشانی یا کوشانی چرا به این اسم خونده شده؟ کوشان سرزمینی در بخش شمال شرقی ایران بوده و همین دلیل به اشکبوس میگفتن کشانی یا کوشانی. خیره یعنی شگفت زده، انان یعنی افسار، دهانه، اون افسار یا دهن اسبو. گران بازم اینجا معنی سنگین میده، بخواند یعنی صدا کرد. دوباره تکرار میکنم، انان را گران کرد با عین یا انانه، میگن انان اختیارشو گران کرد، کنایه از نگه داشتن اسبه. پس اسبشو کشید، افسار اسبشو کشید و ایستاد و رستم رو صدا زد. چی گفت؟ بدو گفت خندان که نام تو چیست، تن بی سرت را که خواهد گریست. گفتش که اشکبوس به رستم گفت که تو چه نام داری، اسمت چیه؟ پس از مرگت چه کسی برات میخواد سوگواری کنه؟ رجز خونی داشت میکرد دیگه، توی جنگ رجز میخونن دیگه، کری میخونن به قول فوتبالیا. ببین بهش گفت که اسمت چیه؟ بعد مثلا خیلی براش همچین
سبک اومد و گفت مثلا برای چی اومدی وارد این جنگ شدی. و بله، تهمتن چنین داد پاسخ که نام، چه پرسی که از این پس نبینی تو کام. تهمتن لقب رستم بود دیگه. ما در جاهای دیگه داریم، در جاهای دیگه مثلا این کلمه تهمتن رو همیشه دوست داشتم. بعضی از دوستان یا بچه ها میگن تهمتن، اینم غلطه. این تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر اژدهای دمان. این بیتو خیلی دوست داشتم، مربوط به این درس نیست ولی گفتم اینم بگم. تهمتن لقب رستم که میاد وارد جنگ میشه، من خیلی همچین یه حال خوشی بهم دست میده، اصلا کیف میکنم، یعنی فکر میکنم آره دیگه پشتم پر شده، آره برار پشتم. خب تهمتن چنین داد پاسخ که نام، چه پرسی که از این پس نبینی تو کام. رستم هم بهش گفت که پاسخ داد تو چرا نام منو میپرسی؟ نپرس، زیرا پس از این تو به آرزویت نمیرسی. اینجا کام در واقع یعنی بدبختی، کنایه از بدبختیه. در اینجا میگه نبینی تو کام یعنی تو بدبختی خواهید، خود کام نه ها، نبینی تو کام یعنی تو خوشبختی نخواهید دید. پس تهمتن لقب رستم بود. چه پرسی، پرسش انکاریه بچه ها، پرسش انکاری. میگیم چه پرسی یعنی میدونیم، خودمون داره انکار میکنیم. که از این که از این. قلمرو ادبی داریم. کام یعنی این سقف دهانو میگن کام، مجاز از آرزو مراده، معنی قصد و نیت هم میده. نبینی تو کام کنایه از بدبختیه، نام و کام جناس دارن. خب ببینیم اینا قبل از اینکه با هم بجنگن چقدر برای هم رجزخونی کردن. توی خیلی از بازی ها، توی کشتی ها، کشتی کج ها که ما دیدیم قبل از اینکه شروع کنن، تو بوکس و یه سری چیزا دیدم قبلش رجز میخونن که حال همو بگیرن و روحیه همو تضعیف بکنن. اونی قویه که بتونه روحیه‌اش رو حفظ بکنه. خب مرا مادرم نام مرگ تو کرد، زمانه مرا پتک ترگ تو کرد. مادرم نام مرا مرگ تو نهاد، روزگار مرا ابزاری برای مرگ تو اصلا به وجود آورده، منو برای مرگ تو اصلا ساختن، یه اینجور چیزی. میگه زمانه اینجا یعنی روزگار، زمانه مرا پتک ترگ تو کرد. پتک یعنی چکش بزرگ و فولادین، آهنکوب رو بهش میگن پتک. ترگ اینجا یعنی کلاه خود. خب را در عبارت مرا مادرم نام مرگ تو کرد، مرا در مصرع اول از نوع فک اضافه است، یعنی مادرم نام مرا مرگ تو گذاشت. خب قلمرو ادبی مرگ و ترگ میشه جناس. مصرع اول واژه‌آرایی داریم صامت میم، قافیه مرگ و ترگ، ردیف هم تو کرده. ببینید تو کرد مرا مادرم نام مرگ تو کرد، زمانه مرا پتک ترگ تو کرد.